دو روز اینترنت قطع شده هست، جوان مسلمان کلمه گوی محمد رسول الله خلقش تنگ شده. ای جوان مسلمان، تو را به ذاتی که آفریده قسم میدهم، نماز صبح تو وقت قضا می شود خلقت چنین تنگ می شود. نماز صبح تو وقت قضا می شود چنین خلقت تو تنگ می شود. هفته ها قرآن تلاوت نمی کنیم، آیا خلق ما چنین تنگ می شود؟ داخل قبر از فضای مجازی و قطع اینترنت و وصل اینترنت به خدا قسم پرسان نمی شود. داخل قبر از اینها پرسان نمی شود. داخل قبر پرسان می شود که جوان بودی، تکره بودی، زیبا بودی، صحتمند بودی، چرا فرمان الله را زیر پا کردی؟ چرا فرمان الله را نادیده گرفتی؟ ما به کجا روان هستیم؟ به خدا این دل می سوزد. هر کس که به پشت منبر رسول الله قرار بگیرد حالت کنونی دل را می سوزاند. چرا؟ بیاییم که فکر به حال خود داشته باشیم، حال را چنان تغییر بدهیم که الله راضی باشد. حال ما و گفتار ما و کردار ما چنان باشد که الله بخواهد. اما حالت کنونی، فضای کنونی طوریست که ما از رحمت الله دور ماندیم. طوریست که ما از رحمت الله دور ماندیم. از رحمت الله دور ماندیم. الله به حال ما رحم کند. بناهن این را میخواهم بگویم که اگر اینترنت قطع بشود شاید 4 روزی به کاروبار دنیای ما خسرانی بیاید، ضرری وارد بشود. اگر ارتباط ما، رابطه ما با الله قطع بشود، دنیا و آخرت ما خراب می شود. در دنیا و آخرت تاوان می کنیم. بیاییم که ارتباط خود را با الله مستحکم کنیم، با الله قوی کنیم، با الله ارتباط داشته باشیم، با فضای حقیقی ارتباط داشته باشیم. این جنگ فرهنگی دشمنان هست که به راه انداختن، این جنگ را به راه انداختن تا جوان مسلمان را مصروف کنن، از فضای حقیقی و معنویات دور بگردانن.